سلام دوستان عزیزم. از اونجایی که خیلی از بچه‌ها مشکل داشتن که چجوری ژله‌شون از ظرف شیشه‌ای جدا کنن، این آموزش رو مختص این قرار دادم که بیام پیش شما و ژله‌مو از ظرف شیشه‌ای آزاد کنم. بچه‌ها نگاه کنید، ژله رو که می‌خوایم از قالب در بیاریم بیرون، اول باید یه دورگیری کنید تو ظرف‌های شیشه‌ای، قشنگ از کنار حدود نیم سانت برید داخل و ژله‌تون رو برش بدید و از ظرفتون آزاد کنید. وقتی که آزاد کردید بچه‌ها، ژله هایی که اینجوری خامه داره یا شیر داره خیلی راحت از ظرف جدا میشه به خاطر چربی که داره، ولی ژله های ساده به سختی جدا میشه. پس بعد داخل آب گرم بذاریم تا خودشو آزاد کنه. حالا من یه ظرفی و آب ولرم، بچه‌ها نگاه کنید داغه ولی دستمو نمیسوزونه. در همین حد آبو آماده میکنید و چون ظرفمون شیشه‌ایه نم نم وارد آب داغ کنیم که یه موقع خدای نکرده نشکنه، چون این خنک اون داغه احتمال واکنش داره. بچه‌ها اول سر ژله رو به این صورت داخل آب ببرید و تکون بدید که این ظرفتون تقریبا همدما بشه با آب. بچه‌ها به این صورت هی تکونش بدید تا ژله‌تون آب بشه. یه نگاه بزنید ببینید ژله کاملا از ظرف جدا شده. میبینید؟ حالا برای اینکه خیلی دقیق‌تر متوجه بشید، ببینید ژله کاملا داره داخل ظرفمون آزاده و میچرخه. این یعنی کاملا ژلمون آماده است که بتونیم برگردیم. اگر این حرکت رو ندیدید یعنی یه گوشه از ژله‌تون چسبیده، باز باید داخل آب جوش بذارید. وقتی که به این نقطه رسید، حالا ظرفمون رو برمیگردیم. من یه خورده ظرفم رو خیس میکنم و سطح ژلم هم یه خورده خیس میکنم که وقتی که برگردونیم اگر کج چسبید بتونیم راهکار داشته باشه که تکونش بدید. حالا به همین راحتی بچه میبینید گیر کرده، یه تکون بدید قشنگ آزاد میشه. به همین راحتی از ظرفمون جدا میشه. بچه دورش هم میتونید با دستمال کاغذی خشکش کنید و بذارید داخل یخچال. اینم از گل زیبای شقایقمون که امیدوارم درست کنید و لذتشو ببرید.